زیباست، درسته؟ سیاره ما با تمام زیبایی‌هایش عجایبی درون خود پنهان کرده است که دور از خیال ماست. در این ویدیو قصد دارم 5 موجود شگفت‌انگیز که با دیدنشان شوکه خواهید شد را بهتون معرفی کنم. شماره 5. سایگا، نوعی بز کوهی که در سبزش‌های اوراسیا زندگی می‌کند و در خطر انقراض است. بزرگترین دلیل انقراض آن کاربرد شاخش در طب چینی است. این حیوان ظاهری بسیار عجیب همراه با 2 شاخ بسیار بلند دارد که برای دفاع از خودش در برابر مهاجمان استفاده می‌کند. بزرگترین دلیل تفاوت سایگا با سایر پستانداران دماغ بزرگ و کاملا دور از ذهن آن است. ظاهری همانند گوزن، شاخهای متفاوت، دهانی پوزه مانند از ویژگی‌های بارز این موجود شگفت‌انگیز است. شماره 4. موشکور دماغ ستاره‌ای. موشکور دماغ ستاره‌ای پستانداری کوچک است که در شمال شرقی آمریکا و شرق کانادا زندگی می‌کند. همانطور که می‌بینید روی پوزه این حیوان عجیب 22 تار حسی صورتی رنگ گوشتی و بیش از 200,000 گیرنده عصبی وجود دارد. سرعت بال این حیوان در گینس ثبت شده است و هیچ پستانداری در جهان قادر به خوردن چیزی سریعتر از او نیست. شماره 3. ماهی سرشیشه‌ای. وقتی متوجه می‌شویم همچین موجودی در سیاره ما زندگی می‌کند، پی می‌بریم که چقدر از دنیای خود بی‌خبریم. این ماهی با سر شیشه خود شناخته می‌شود و بیشتر در سواحل کالیفرنیا و اقیانوس آرام شمالی زندگی می‌کند. از آنجایی که ماهی سرشیشه‌ای در اعماق 600 الی 800 متری زندگی می‌کند و در این عمق از آب همه جا تاریک است، می‌توان سر شفاف و اجزای داخلش را به راحتی مشاهده کرد. شماره 2. لاک‌پشت ماتا ماتا. موجودی که در آب‌های شیرین جنگل‌های آمازون یافت می‌شود و ظاهری شبیه موجودات ماقبل تاریخ دارد. جثه بزرگ، گردن بلند و کلفت، پوستی همانند چوب، صورتی پهن و لاکی صخره مانند دلایل خوبی هستند تا تصورتان را از یک لاک‌پشت عوض کند. اما ویژگی منحصر به فرد این لاک‌پشت در آرواره‌های فوق‌العاده نیرومند اوست، به طوری که یک سیب و حتی یک قوطی فلزی نوشابه را به راحتی خرد می‌کند. شماره 1. قلابچه ماهی شیطان دریا. این ماهی بیشتر شبیه موجودات فیلم‌های علمی تخیلی است تا یک موجود واقعی. دهان بزرگ، دندان‌های تیز و ظاهری زشت باعث شده است تا لقب شیطان دریا را از آن خود کند. دلیل نامگذاریش هم مربوط می‌شود به چیزی که از سرش همانند قلاب آویزان است و از خودش نور ساطع می‌کند و اطرافش را روشن می‌کند. البته که اطلاعات زیادی از موجود در دسترس نیست، اما این را می‌دانیم که در اعماق 900 متری اقیانوس‌ها زندگی می‌کند.